ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 32-умро аз рӯи ин раман бишнавед. زنی مسلمانی بی فرنجی در اینجا چی می کند می گفتگیند، ولی فیروزه در این بارها فکر نمی کرد. تمام عقل و هوش وی به پس این در بود. از گرفته بردن عصا چقدر وقت گذشت وی نمی داند. به هر حال پس از ساعتی که برای او چون سالی گذشت در کشاده شد و عصا را به زنبر انداخته برآوردند و از نزد او گذرانیدند. عصا رنگ نداشت، چشمانش پوشیده و خودش مثل مرده خوابیده بود. فیروزه داد نگفت، فغان نبرداشت و حتی از کسی چیزی نپرسید. فقط چون تسخیر شدگان از قفای زنبرکشان یک تا قدم مانده به خانه‌ای که عصا را برده در آوردند روان شد. در خانه‌ای که عصا را بر روی کتی سیمین خوابانیده رفتند، با 3 نفر دیگر بیماران، به گمان همه سلطت‌های روس بودند. یکی از آنها از جا برخاسته به نزد کتی عصا کرسی ماند و فیروزه را به نشستن دعوت کرد. فیروزه نشست. حس می کرد که دست و پایش سرد و بی‌حس شده اند و زبانش هم لال شده است. وی به کرسی نشست و بی حرکت بر روی رنگش کنده شوهرش نظر دوخت و دیگر هیچ. چرا خود را به پای وی نپرتافت؟ چرا از سر و روی وی نبوسید؟ چرا چشمانش را باز کنانیده احوالش را نپرسید؟ خودش هم نمی‌داند. دختری که در تن لباسی سفید و در چشم عینک داشت به خانه در آمد و به نزد کتی عصا نزدیک شد و از دست او داشته نبضش را شمرد. بد نه، گفت به زبان روسی به فیروزه نگریسته. نبضش درست، جراحی نقص گذشت. آفرین به وی، به طاقت بوده است. حاضر وی چشم می کشاید، حاضر. ها برادر، نامت چی بود؟ نامت عصا، گفت به زور وی و اندک چشم کشاد. البته مانده شد. کمتر به درد طاقت کردن لازم آمد. خفه نشوید. ما حاضر به وی یک سوزن می کنیم، براحت می خوابد، بعد بردم شده می خیزد. با فرمان طبیب یکی از یاری دهندگانی وی از کتف عصا سوزنی کرد. پس دکتر گویا خاطر جمع شده برآمده رفت. اما فیروزه خاطر جمع نبود. چشمش را از روی عصا نمی کند. اکنون وی به سر 2 زانو به پایان کتی عصا نشسته دستان او را بوسه می کرد، می مالید و بو می کشید. عصا از این نوازش ها اندکی چشم کشاد و نیم تبسم کرد و آهسته گفت، من صحت می شوم. حاضر مانده شدم. کمتر خواب، کمتر. باز چشم پوشید و خوابش برد. چطوری که فیروزه می دانست این دفعه وی آسوده و بیملال خواب می کرد. از چهرهش علامتی درد و رنج برهم خورده بود. این را دیده فیروزه کمی آسوده گشت و بروی کرسی نشست
و یک آهی سبوکی کشید. در این دم سنیتر آمده به فیروزه گفت که به دیدن وی آمدند. فیروزه حیران شد که در این ملک مسافری به دیدن وی کی آمده باشد. سربندش را به سرش درست کرد و از جا برخاست و بیرون برآمد. در دمی دری بیمارستانی گرنیزان کاروان باشی را دید که با 2 نفر مردی ناشناسی دیگر آمده است. آنها همه با وی سلام و علیک پرس و پاس کردند. احوال سلامتی عصا را پرسیدند و بعد خودهایشان را شناسانیدند. ما از شعبه معارف آمدیم. جناب رئیس هیئت مختار فرمودند که به شما خانه، اسباب روزگار و پول جدا کرده شود. همه چیز تیار شد. اگر ممکن باشد رفته خانه خودتان را بینید و جناب کاروانباشی چیز و چاره های شما را برده ماندند، یک از نظر گذرانید. فیروزه فکر کرد که تا از خواب بیدار شدنی عصا رفته خبر گرفته بیاید خوب می شود. میلش می رویم گفت وی. خانه از اینجا دور است؟ فایتون هست گفت نماینده معارف. عصا پس از تاریک شدنی روز چشم گشاد. خانه را یک لمپه 10 روشن می کرد. در پیش کتی او فیروزه نشسته برویش با تبسم می نگریست. خوابی سخت و عمیق و استراحت حالی عصا را خیلی به کرده چشمش روشن، افزاش خوب بود. همین قدر خوابیدیم که گفت وی دستی زنش را به دستی لرزانش گرفته. هوا تاریک شده، لمپه گیرانده. خیریت که در خانه ما 2 شمع هست. فیروزه حیران شد و گفت کدام 2 شمع؟ یک لمپه گفت با تبسم اندک عصا، یک روی شما. به معنای سخن او پی برده فیروزه خرسند شد. مادامی که شوخی می کند معلوم که طبعش چاق است. احوالتان چطور؟ درد ماند می؟ پرسید فیروزه. درد؟ باز شوخی کرد عصا. درد اصلاً بود می. من حس نکردم. فقط فهمیدم که دکترها زخم تیر را تازه کردند و دوختند و مرهم مالیدند. به گمانم من بسیار مانده شده بودم. بنابراین خوابیدم. خوراک هم تیار شده است. میلش همراه میخوریم. فیروزه به شوهرش یک پیاله جرقاتی تازه خورانده، بعد به شوربای مرغ نان پاره کرد. به ما یک خانه نقص تیار کرده ماندند، گفت به عصا خوراک داده ایستاده فیروزه. یک تیریزه دارد، دهلیز دارد، کتی کلان مانده شدگی، نمد و گلیم پرتافته شدگی، چیزهایمان را کاروان باشی آورده مانده است. بسیار نقص گفت عصا. من صحت شده خیزم در خانه نومان توی می دهیم. البته توی می دهیم. تو امشب به همان خانه نومان رفته می خوابی؟ نه، من در همین جا می شوم. در کجا؟ در پیش شما. عصا دقیقه گپ نازده بروی زنش نگران ماند. هرگاه که لطف و احسان و مرحمت فیروزه را نسبت به خودش حس کند و این اکثر وقت رخ می داد، به چشم عصا اشک پر می شد یا گپ زدن نتوانسته می ماند. حالا هم به وی همان حالت روی داد. عصای دلیر و ناترس، عصای جنگاور و چیکیست، در رو بروی این زنی زیبا و مهربان چون کودک می شد و می ماند. چکار کند؟ به این خود عصا گناهکار نیست.
این حالت طبیعی وی است. این با شیر مادر آمدگی و با جان می براید. من با دخترها گپ زدم. آنها میلش گفتند. یک چند روز تا به قوت آمدنتان به من هم جا دادند تا وقتی خواب در پیش شما می شوم، بعد به خانه شفت گذشته می خوابم. از من پروا نکنید. شما عزیز من، شما مهربانی من، گفت عصا و خاموش ماند. از چشمانی وی یک چند قطره آب جوشیده برآمده بر رخسارش شاریدند. فیروزه با روی مالچه اش آبی چشمی شوهرش را پاک کرد و از پیشانه او بوسید. شما جانی من، گفت وی، آسوده باشید، آسوده. گریه برای چی؟ من آسوده، گفت عصا، من آسوده، لیکن از شما یک التماس دارم. بهتر که حاضر گفتمانم، خفه نشوید. گوید عزیزم، گفت با نوازش فیروزه. فرمان دارم گویید، من به جانم. نه، التماس، گفت عصا و کمی خاموش ایستاده به گپش دوام داد. اگر رفت و حادثه‌ای شود، اگر رفت و من در اینجا، در این شهر ابدی میماندگی شوم، شما همراهی گلبهار بیایید. هر بهار به سری خاک من گل مانید. آه عصا جان، گفت فیروزه و خود را داشته نتوانسته گریست. آیا این چه حالت است؟ این مگر به فیروزه، به همان فیروزه نبیره دلارام کنیز مانند است؟ آخرهای ماه اکتبر نیمی روزی در یکی از پلتفرم‌های پسخم استانسیه کاگام قطاری مخصوص که عبارت از وگان‌های سرخ و یک وگانی کبودی مسافربری در آخرش بود تیار به رفتن شده می ایستاد. در این قطار آدم‌های کریم کماندیر به سوی قرشی رهسپار بودند. در وگان‌های سرخ که درهایشان باز بود اسکربچه‌ها پر بودند. در یک قسم وگان‌ها اسب‌ها و در یک قسم وگان‌هایی که درهایشان بسته بود اسلحه و چیز و چاره دسته کریم جا کرده شده بود. کریم با این دسته خود قریب یک ماه در دشت‌های کرمینه و نورعطا از پس باسمچیان تاخته گشت. مقصدش عبدالحمید آریپف را داشته گرفتن بود که نشد. وی آریپف از همه مکارتر و گذراتر برآمد. دید که در این طرف عرصه را به او تنگ کرده ایستادند، زود گریخته به سوی حصار و بابا تاق رفت. پس دسته کریم را به بخارا جیغ زدند، از نو مجهزانیدند و کمتر استراحت داده انا امروز به سوی بایسون روانه کرده ایستادند. کریم خرسند و شاد بود که نهایت برای عملی کردن نقشه های ترتیب دادهش می رود. با دشمنی اشدیش روبرو می شود، او را مغلوب کرده محبوبش عایشه را آزاد می کند. نسیم جان هم همراهی او تا به قرشی می رفت. وی از چیکه سپارشی مخصوص داشت.
می بایست در آنجا با فیض الله خواجه‌ایف که برای از نظر گذرانیدن کارهای خواجگی ولایت ها رفته بود وامی خورد و درباره آمدن انور پاشا و پیشواز گرفته شدن وی از طرف یک گروه جدیدانی راست و تفصیلات آن نقل می کرد. لیکن قریبی به وگان سوار شدن آنها از وگزال خبر آمد که کمتر صبر کرده ایستند. از بخارا کس آمده ایستاده است. البته خودی رئیس تلفن کرده است، گفت نسیم. نباشد برای هر چی طور کس پایزدی رفته ایستادگی را نگاه نمی داشتند. چه کار برآمده باشد؟ یگان کاری مهم بوده است. آنها پای سوخته در صحن پلتفرم نگران می ایستادند. دیگر کماندیران و اسکران که فرمانی به وگان نشستن را گرفته بودند همه جابجا بودند. دقیقه ها آهسته می گذشتند. بیقراری عموم را اظهار نموده راننده پرواز هر زمان هشتک زده می ماند و خودی پرواز هم اسبی به پایگه تیار شدگی بر این فشفش کنان گویا می خواست که بروی ریلس ها دویده رود. نهایت 3 نفر اسپکی اسب تاخته رسیده آمدند. یکی از آنها که خودی رئیسی چیکه بود از اسب پیاده شده با نسیم جان و کریم روبرو شد. در بخارا حادثه های کلان می شدگی بر این، گفت رئیس. مجبور شدم خودم بیایم. انا این پاکت را شخصاً به فیض الله خواجه‌ایف سپارید و این چنین می گویید که جدیدها از نام حکومت بخارا و شخصاً از نام فیض الله خواجه‌ایف امرها داده به انور یاری رسانیدن می خواهند. بعضی ها حتی در فکر شورش برپا کردن هستند. 2-3 روز این طرف در حوله های معلوم با نامشان در این مکتوب نوشته شدگان مجلس های مخفی گذرانیده ایستادند. آدم های ما نیز در بینشان عمل کرده ایستادند. ما پیش کار را می گیریم و کوشش می کنیم که در بخارا هیچ یک حادثه رخ ندهد. لیکن عموماً اوضاع خطرناک است. در این باره دانستنی رئیس دولت ضرور است. رفیق یورینیف هم از مسئله خبر دارد. گپ همین، می توانید به راه درآیید. خیر، سلامت مانید. ها کریم، گفت رئیس آنها را باز داشته. در بایسون از عثمان خواجه‌ایف با خبر باش. وی از نام حکومت فرمان داده به کاری تو خلل رسانیده می تواند، اما تو اطاعت نکن. عثمان خواجه‌ایف در بایسون چی می کند؟ رفتگیست. احتمال رفتگیست. لیکن استاده ماندنش هم از احتمال خالی نیست. انور اساساً مهمانی وی بوده است. ما این را در همین قریبی دانستیم. معلوم، گفت کریم. خیریت که گفتید. خیر، رحمت بر شما. خیر، راه سفید. با اشاره کریم سرداری پایست پشتک زد. پرواز نعره زده به حرکت آمد. نسیم و کریم به وگانی آخرین سوار شده با رئیس دستفشانی کردند. پرواز سرعتش را افزود. وگانهای سرخ را که در آن جوانها سرود می‌خواندند به سوی قرشی گرفته بود. در وگانی آخرین که برای فرماندهان و راهبران قسم حربی بود، نسیم و کریم در یک کوپه علاهیده جایگیر شده بودند. پس از آن که کریم از تابعان خود خبر گرفته حال پرسی کرده شد، به کوپه به نزد نسیم در آمد و فرمود که چای بیارند. خدمتگاری وگان چای آورد. نسیم از بارخلطه‌اش نان و گوشت یخنی و حلوا گرفته بر روی استارچه گذاشت و آنها براحت نشسته خوراک خوردند. تا قرشی قریب 6-7 ساعت راه، گفت نسیم. به حضور استراحت کن، دم گیر. امروز بسیار مانده شدی. سلامت باشید، گفت کریم. من مانده نشدم. دو رفیق دقیقه خاموشانه
نان و گوشت خوردند و چای نوشیدند. بعد کریم گفت: در باکو کارهایتان به چی انجامید؟ هیچ، گفت از روی عادتش نسیم. وی چون چیکیست عادت کرده مانده بود که یا از سؤالی داده شده با یک کلمه خلاص شود یا گپ را به شوخی و خنده گذرانیده سؤال را بی جواب ماند. لیکن حالا در اینجا با کریم پنهان کردن راز را لازم ندانست. در باکو وظیفه من دانستن مناسبت آدم‌های ما یعنی بخاری ها و انور بود. من می دانستم که وکیل‌های ما محض برای با انور واخوردن می روند، لیکن مناسبت انور با آنها چه خیلی باشد نمی دانستم. این کار خیلی مشکل شد، چون که بخاری های ما نمی دانم برای چی مرا در واخوری با انور همراه نکردم. در این کار به من دوستانی آذری یاری دادند. آنها قریب تمام صحبت را نوشته گرفتند. معلوم شد که گروه جدیدان راست به وکیل ها سپارش دادند که انور را به بخارا تکلیف کنند. انور هم با ممنونیت تکلیف آنها را قبول کرده گفته است که مراد از آمدن او سفری بخارا بوده است و در آنجا کارهای مهم داشته است. من خواستم که کاری کرده به سفری او مانع شوم، لیکن راهبریت چیکی آذربایجان رخصت نداد. حکومت روسیه هم به آمدن وی مانع نکرد. نمیدانم چی شد که وی به بخارا سفر کرد. به گمانم زیناویف را فریب داد مکار. زیناویف در باکو بود؟ ها، مجلس نمایندگان مسلمان های شرق را وی راهبری می کرد. البته به این طرف آمدن انور بی اجازتی وی نشدگی است. شاید زیناویف از مرام و مقصد انور بی خبر باشد. گمان نمی کنم. در اینجا چی یک سیاستی دیگر هست که ما نمی فهمیم. خیر، به هر حال انور به بخارا آمده کارنامه نشان داده گشته است. چی کارنامه؟ در ریگستان میتینگ را کمسمال ها قریب ویران کرده بودند. انور را به منبر راه ندادند. پس وی مجبور شد که از بالای اتومبیل گپ زند. آوازش درست نبرآمد. مردم ترکی او را هیچ نفهمیدند. اما در خانه های جدیدهای گروهی راست مجلس ها کرده به سوی قصد و عکس الحرکت تیاری دیده ایستاده است. چرا گرفته حبس نمی کنید؟ اولش این که در دست ما سندهای قطعی نیستند. بعد این که وی آدمی خارجی، برای گرفتن وی رازیگی مسکو و تاشکند لازم. اکنون شما رفته فیض الله خواجه‌ایف را آگاه می کنید. مگر وی خودش نمی داند؟ نه، نمی داند. من هم آگاه می کنم. هم او را از سوی قصد احتیاط کردن لازم. سپارش اساسی من همین. باید در قرشی یا کرکی به وی هجوم شود. پیش این کار را نگیریم نمی شود. با این آمدن انور یگان دخلی دارد؟ بله، دخلی کلان داشتگی برین، گفت نسیم و کمی خاموش ایستاده به گپش دوام کرد. ما با هیئت وکیلان بخارا انور را همراه گرفته آوردیم. او را با آدمانش در باششگاه نظارت خارجی جایگیر کردند. همه خیر و خوش کرده رفتند به غیر از 2 نفر، میرزا لطیف و نعمان جان مخصوم. من هم با بهانه جابجا کردن چیز و چاره های مهمان ها و فراهم آوردن اسباب استراحت آنها ایستاده ماندم. پس میرزا لطیف که ترکی را درست گپ زدن نمی تواند، به انور چیزی گفتنی شد. انور نفهمیده به من مراجعت کرد. من چطوری که میدانی به ترکی عثمانی بلا بر این گپ میزنم.
چی گفتنی بودید اکا میرزا؟ گفتم. من ترجمه کرده دیم. میرزا لطیف یک به نعمان جان مخصوم نگاه کرد و گویا رازیگی او را گرفته گفت: گویید که جناب پاشا حاضر به خانه جناب نعمان جان مخصوم مکلف هستند. در آنجا یک مقدار از جوانهای انقلابی بخارا قدم رنجه فرمودن این کس را چشم دارند. من ترجمه کرده دادم. انور تکلیف را قبول کرده شرط ماند که من هم باید او را مشایعت کنم. پس میزبانها مجبور شدند که مرا هم تکلیف کنند. بنابراین من هم رفتم. در مهمانداری 8 نفر از جوانهای نوبرآمدی ترک پرست بودند که به زبان ترکی درست گپ زده نتوانند هم خودشان را و اولاد و اجدادشان را ترک می گفتند و حاضر بودند که برای ملت ترک و اسلام همین دقیقه شورش بردارند. لیکن کلانها و خود انور دمی آنها را گرفته آسوده کردند و گفتند که برای هر کار اول مصلحت می باید. در آن مجلس شاید سخنانی بسیاری شدنش لازم بود، لیکن از چی شاید از بودنی من شبهه کرده درست گپ نزدند. در آخرتری صحبت انور پرسید که فیض الله خواجیف در کجا؟ جواب دادند که در بخارا نیست و ولایت‌های قرشی و کرکی با کار رفته است. پس انور گفت: من در خارجه در غرب نام این شخص را شنیده بودم. از اولادی ترک، جوانی رشید و دانا و پسری آدمی به دولت است. تمام باوری داشتم که وی برای اتحاد نمودن ملت ترک کارهای کلان می کند، زیرا که از خاندانی بزرگ است و تربیه خوب گرفتگی. اما در باکو فهمیدم که غلط کرده بودم و ملت ترک و بخارای شریف را به مسکو فروخته است. بله بله گفتند میده سویده ها، وی خائن، وی ملت فروش. به فکرم گفت دقت همه را به خود جلب کرده صاحب خانه. در وقت تشریف آوردن شما در بخارا نبودن وی هم بی چیز نیست. ما با وی سازش کرده نمی توانیم، گفت یکی. حتی اولاد خودش جناب عثمان خواجه افندی هم از وی ناراضی. پس او را از کار دور کردن لازم که خلل ندهد، گفت انور. او را کشتن لازم، گفت یکی از جوانها. ما در تردد هستیم، گفت صاحب خانه معنی دارانه به انور نگاه کرده. این خبر را به رئیس رساندم. در چیکه در این خصوص، یعنی درباره تیار شده ایستادنی سوی قصد به فیض الله خواجیف، باز معلومات‌های دیگر هم بوده است. انا بنابران مرا به این طرف فرستادند. الهی پیش کار را گرفته توانم که حادثه نشود. ها شما استا تجربه دارید، گفتمان کریم. تجربه، گفت و باز خاموش ماند نسیم جان و پس از دقیقه دوام کرد. در سال 1918 در وقتی سر شدنی جدید کشی تجربه نداشته باشم هم ارتیستی کرده خودم و باز رفیقانی دیگر را از مرگ یقین خلاص کرده بودم. چه خیل؟ با مراق پرسید کریم. شما گفتاری 32 رو از روی رمانی تختی واژگونی نویسنده خلقی تاجیکستان جلول اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی، صدابردار کریم طالبов. پایان گفتار از سلسله خوانش بدیعی. شاد باشید.